تمام بیننده سامانه رادیوی آزادی، همصحبت ما هرمگل قادر هستند، غالب آزمون کمیسیون اکولوژی پارلمانی تاجیکستان. هرمگل خوش آمدید به سامانه رادیوی آزادی. ما نخست شما را تبریک میگویم و میخواستم فهمم که این چگونه آزمون بود. تشکر. سلام به شنونده و بیننده های دراشنای رادیوی آزادی که ما پیش کارمند رادیوی آزادی بودیم. آزمون کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در موضوع اکولوژی بود که دوام 1 سال صورت گرفت و اون به طور آزاد بود، یعنی که اشتراک محدودیت نداشت و چون سالهای پیشین اوید به نتایج این آزمون ما هم معلومات زیاد داشتیم ولی باور نداشتیم. از این رو ما هم تلاش کردیم که یکی از اشتراکچیان این آزمون باشیم و تا کجا واقعیت این آزمون به معلوماتی که نسبت برگزاری آزمون است راست هست یا نه، و ما هم خوشبختانه بود یا نمیدونم تصادفاً که اشتراک کردیم. خب هرمگل، شما یعنی که در صفحه فیسبوک خود بسیار یک اعتراض سخت کرده اید از زمین ناشفاف بودن آزمون، اما شما غالب آزمون هستید، یعنی اعتراض از چی بود؟ تشکر. اعتراض از چی بود؟ اعتراض از قدر نکردن زحمت ژورنالیست بود و از خبرنگارو از شبکه جهانما بودن. از حالا در خاطرم دیگر نیست، چون وقتی که ما وارد قبولگاه امیرشاه میرعلیف شدیم از روی کمیسیون اکولوژی یعنی وکیلان هم اونجا شرکت داشتن و نوبت اول وکیلان وارد شدند و ما انتظار شدیم، ولی نوبت دوم وقتی در صورت معین شده خبرنگار صدای مردم نرسید و ما رو نیز قبول نکردم و ما گفتیم که پس که اگر که فرصت رفته ایستاده است، وقت رفته ایستاده است، ما وقت نداریم زیاد ایستیم چون باید به کار رویم، پس ما رو جواب دید. گفتن نه. وقتی که خبرنگار صدای مردم آمد و یک نفر از اتاق امیرشاه میرعلیف برآمد، خبرنگار جهانما و صدای مردم رو وارد کرد و ما رو گفت شما اینجا ایستید و جایزه های شما در اینجا تقدیم می شود. و ببینید چی خیلی یک برخورد نسبت ژورنالیستان. اصلا ژورنالیست نه دولتی می شود نه غیر دولتی، هر یک ژورنالیست در موقعیت ملت دولت و در اجرا کردن رسالت خودش وای هست. و از همین خاطر وقتی که حتی قبول ناشفاف و غیر کسبی رو دیدم وای کرده قبول کردن نتوانستم و من در همان جا گفتم که من از این اگر که غالب باشم از غالبیت دست میکشم به خاطر قدر نشناختن هم کسبان ما و برآمدم. در سامانه پارلمان شما همچون غالب آزمون یعنی گفته شده اید، ولی خود شما غالب آزمون دیگر کس رو گفته ایستادید، یعنی نه من شاید دیگران هم این خیلی برداشت کرده باشن که به من جای ندادن من رفتم. نه، حتی من می توانستم بعدی از برآمدن از اون مثلا نتیجه آزمون حرفم را گویم، ولی اگر که میگفتن که غالبش نکردند یا اینکه مثلا غالبش هم کردند به مثل که کارنمکی کرد یا اینکه خوب نکرد. ولی منظوری من چی بود؟ منظوری من از این بود که الکی مثلا من با بازی‌های سیاسی کار ندارم که تا کجا شفاف است یا غیر شفاف، بگذار اون دنیای خودش. ولی وقتی که کسبیت است اینجا، وقتی ژورنالیست است، وقتی موضوع گذاری است، مهارت است، هنر است، آیا می شود هنر یا ژورنالیست رو مهارت و سلیقه رو با مثلا بازی‌های سیاسی مقایسه کرد؟ هیچگاه نه. یا اینکه مثلا هنر یک طبیب رو با هنر یک آوازخوان مقایسه کرد؟ هیچگاه نمی شود که هر کس در هنر و در این جاده هر کس طلبات خودش رو دارد. من امروز هم با پارلمان صحبت داشتم، گفتم بیاین، من گفتم پس فردا شاید بیایم، ولی اولین کاری که من میکنم هم پروتکل طلب میکنم، هم چه اشتراکچی آزمون اگر که با آیین‌نامه اونها درست آید. هر سال یک نفر ولی اون نیست. ولی پارلمان اگر که میخواست که خبرنگاری خودش یا روزنامه خودش جایگزین باشد، پس بگذار بدون یگان آزمون و نقص نکردن مثلا تلاش و هنرهای دیگر ژورنالیستان به یگان چی میداد؟ اعضای کمیسیون یعنی تنها امیرشاه میرعلیف بود یا اینکه دیگرها هم بودن؟ نه، کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان اگر خطا نکنم عبارت از 10-12 نفر است. از اون جمله شادی شبدالوف اونجا اعضا هستند،
رئیس کمیسیون اکولوژی زینالدین سفروف است که من از روز اول با وی خواهش کرده بودم که اکی محترم وکیل مبادا که از در رفت جنبست آزمون به تقلب راه ندهید که چون من از تجربه آزمون های شما خبر دارم و الکی میدانم که شما کی را جای اول میدید و او برعکس تماما رد کرد و گفت که این به صلاحیت رهبریت پارلمان است و من فکر کردم به صلاحیت شکرجان ظهوروف است. بعد اینجا هستند نفرهای دیگر. علیم سلیم زاده است، رئیس کمیته بین المللی سهراب شریفوف است، اگر خطا نکنم محیدین کبیری هست، چند نفر دیگر هستند که از همین کمیسی هستند، ولی در نتیجه جنبست آزمون حرف اینا به اینابت گرفته نشد، به همون نقطه که امیرشاه میرعلیف میخواست همون شد. حرامگل شما گفتید که هر سال همین غالب آزمون جایزه به خبرنگاری هفته‌نامه صدای مردم داده می شود. با فکر شما چرا چنین است؟ یعنی مقصد تنها همون هفته‌نامه پارلمانی بودن است یا چیزی دیگر هم هست در اینجا به نظر شما؟ نه، فکر نکنم که مثلا 70% کمیسیون اکولوژی تاجیکستان از اون انعکاس موضوع اکولوژی در گزیده صدای مردم راضی باشند، چون اونا میخوان که بیشتر و خوبتر فعالتر باشند. مثلا برای چی از صدای مردم هر سال یک نفر اشتراکچی این آزمون است؟ برای چی نفران دیگری که تجربه کاری دارن و خبرنگاری بهترین هستن اشتراک نمیکنن؟ هدف اینجا فقط یک وی هست، همون چند مقدار مبلغی که هست باید همون نصیبی من شود و اینجا نقش امیرشاه میرعلیف هم از همون است که همین قدر خودمون است، جوانی خودمون است وی کرده است قدر شود. وگرنه من نمیگویم که صدای مردم قدر نشود. اگر صدای مردم قدر شود برای چی مثلا اونجا خبرنگارای خانمی زیاد دارد که قدر نمیشوند یا خبرنگارای دیگر نمیشود؟ در همین آزمون چند نفر اشتراک میکردند و خود شما چند مطلب پیشنهاد کردید برای آزمون؟ از روی که در پروتکل جنبستی آزمون دیروز من دیدم 39 مواد، نزدیک 40 مواد پیشنهاد شده بود و زیاده هست 10 خبرنگار، ولی بودن اونجا و مطلب هایی که خیلی پس بودن، جوابگوی آزمون نبودن، ولی اونا نفرانی هستن که در هر یک آزمون همین خیلی مثل که توکلی شرکت میکنن، ولی نزدیک 39 نزدیک 40 و بود. من 40 مواد بود، من 2 مواد پیشنهاد کرده بودم. یکیش درباره وضع اکولوژی اشکاشون بود که چقدر مثل فرزند یوگای مناسبت می شود و ثروت های طبیعی اکولوژی که داریم ما استفاده برده نمی توانیم. و مطلب دیگر در موردی در روزنامه جمهوریت بود، در مورد خطری که حالا در پنجکینت است. تشکر. من هم به شما و به بیننده و خواننده های رادیو آزادی سال نو میلادی رو تبریک میگویم و امید دارم که در سال گوسفند هم ما با خواننده و شنونده های شما هستیم. تشکر.